سلام همه بچهای عزیز، خوش اومدید به ویدیوی حل مرور فصل دوم. بریم دونه بدونه سوالات رو حل کنیم. خب سوال اول میگه ناهید دیروز 3/4 لیتر و امروز 5/6 لیتر شیر نوشیده. او میخواهد بداند در این 2 روز روی هم چند لیتر شیر نوشیده است. خب ما این 2 تا عدد رو هم جمع کنیم. مخرج مشترک بین این 2 تا جفتشون به 12 میرسه. اولی رو باید ضرب در 3 کنیم، 3 تا 9 تا. دومی رو ضرب در 2 کنیم، 2 5 تا 10 تا. میشه 19/12 لیتر. سوال دوم میگه حاصل جمع تفریق های زیر رو به دست آورید. مخرج مشترک بین 10 و 4 میشه همون 40. اولی ضرب در 4 باید بشه که میشه 4 هفته 28 تا. دومی هم که ضرب در 10 شده میشه 30. با هم میشن 58 40. 8 نهم و 3 نهم. 8 نهم رو که می نویسیم منهای اینم ضرب 3 بشه میشه 3 نهم. 8 منهای 3 میشه 5 نهم. 7 منهای 3 و 1 پنجم. خب ما به جای 7 میتونیم بنویسیم 6 و 5 پنجم منهای 3 و 1 پنجم. خب 6 منهای 3 که میشه 3 و 5 منهای 1 میشه 4 پنجم. میشه 3 و 4 پنجم. بعدی مخرج مشترک بین 6 و 21. ببینیم چند عددی جفتشون بخش پذیرن. 21 2 تا میشه 42 تا. 6 هفته هم میشه 42 تا. جفتشون به 42 بخش پذیرن. 2 تا 4 تا. این ضرب 2 شده دیگه. این هم بعد در 7 بشه. 7 5 تا 35. 35 و 4 39 42. این یکی 5 منهای 5 0. عدد مخلوطی نداره. حالا 12 و 9 جفتشون به چه عددی میتونن برسن؟ 12 2 تا 24 تا. 12 3 تا 36 تا. 36 جفتشون میتونن برسن بهش. 3 11 تا 33 تا. 9 4 تا هم 36 تا به 4 4 تا 16 تا. 33 منهای 16 ازشون کم کنیم میشه 26. 10 تا و اون سمت هم 4 و 3 7 میشه 17 تا. 17 36. یک به علاوه 2 که میشه 3. هیچ. این 3 رو می نویسیم اینجا بمونه همینجا. حالا 18 و 8. 2 18 تا 36 تا 3 تا 18 تا میشه چند تا ببینیم؟ 3 8 تا 24 تا 3 3 تا 4 تا 5 تا 50. 3 8 تا 24 تا 3 3 تا 4 تا 54 تا که نمیرسه. 4 18 4 تا ببینیم چی؟ 4 8 تا 32 تا 4 4 تا 5 6 7 تا 72 تا. جفتشون به 72 میرسن. 9 8 تا 72 تا میشه 9 72. این یکی داره چند شده؟ داره 4 شده. 4 یکی هم 4 تا. میشه 3 و 13 72. سوال سوم میگه کسرها رو از کوچیک به بزرگ مرتب کنید. اول اون کسرهای بزرگتر از واحد رو میبینیم، یعنی 5 و 1. 5 بزرگتر از همشونه و بعدش هم 1. حالا به این سه تا میرسیم. 5 ششم 1 18 1 سوم 1 دوم. 5 ششم اینا رو میتونیم همشون رو میتونیم به 18 برسونیم. این میشه 9 18. این ضرب در 6 باید بشه میشه 6 18. این یکی در 3 باید بشه. این میشه 15 18. اونم که 1 18. خب همشون بزرگتر. 15 18 که میشه 5 6. بعدش این نصفه که میشه 1 دوم. بعدش 1 سوم و بعدش 1 18. سوال 4 میگه طول یک باغچه مستطیل شکل 2 1/10. مستطیل شکل طولش 2 1/10 است و عرض اون هم 1 و 1/4. محیط و مساحتش رو به دست آورید. خب
ما برای اینکه بخوایم مساحتش رو به دست بیاریم باید ضرب کنیم دیگه، یعنی 2/1 ضرب در 1/4 به کس تبدیلشون کنیم میشه 21 ضرب در 1/4 تا 4 تا با 1 5 تا میشه 5/4 ساده میشن. این 1 این 2 21 یکی 21 4 2 تا 8 این مساحتشون. حالا محیط باید جمعشون کنیم بعد ضرب در 2 شون کنیم. خب میشه این 2/1 شد 21 به علاوه 5/4. خب مخرج مشترکشون میشه 40. 4 یکی 4 تا 4 2 تا 8 یک میشه 84 40 به اضافه 50 40 که جمعشون کنیم میشه 134 40 ضرب در 2 کنیم این 2 با این 40 ساده میشه 20 میشه 134 20. این هم شد محیط. بعدی سوال 5 دو نیکوکار هر کدام 1/3 دارایی خود رو برای ساختن مدرسه ای اهدا کردن. آیا به طور دقیق می توان گفت مقدار پول اهدا شده توسط این دو نفر مساوی است؟ خب ببینید 1/3 هر چیزی رو چجوری حساب میکنیم؟ مثلا ما میخوایم 1/3 یه دونه پیتزا رو مثلا تقسیم کنیم، باید تقسیم بر 3 کنیم دیگه. مثلا 1/3 مثلا 1/3 6 میشه چند؟ میشه 2. مثلا اگر من 6 میلیون داشته باشم 1/3 رو بخوام اهدا کنم 2 میلیونش میشه. ولی مثلا یه نفر دیگه 12 میلیون داشته باشه بخواد 1/3 رو بده میشه 4 میلیون. پس همیشه 1/3 با هم برابر نیستن. با رسم شکل هم اینو میتونیم بگیم. مثلا یکی مربع 1/3 رو داده این مدلی که این کلش فکر کن هر قسمت این بوده مثلا 10 میلیون 10 میلیون 10 میلیون. بریم بکنید یه نفر دیگه این 1/3 شو داده که هر قسمتش میشه 30 میلیون. فکر کنید شما 30 این تو ما برابر نیستن. پس سوال 6 یه در تساوی جای مربع عدد مناسب بنویسید. مربع میشه 12 ضرب در 35 تقسیم بر 42. ساده میشن 12 و 42 به جفتشون به 2 که بخش پذیرن. بله این میشه 6 این میشه 21. حالا 21 و 35 جفتشون بر 7 بخش پذیرن. به 7 میشه 3 به 7 میشه 5. 3 و 6 هم دوباره به 3 بخش پذیرن. 1 2 2 5 تا 10. پس جای مربع باید عدد 10 قرار بگیره. سوال 7 میگه حاصل ضرب ها رو به دست آورید. 2 5 تا 10 تا با 3 تا 13 تا میشه 13 پنجم ضرب در 1 2 تا 2 تا با 3 تا 5 دوم. 5 با 5 ساده میشه پاسخ میشه 13 دوم. بعدی 63 و 70 جفتشون بر 9 بخش پذیرن. این میشه 7 این میشه 8. این به 7 میشه 1 این به 7 میشه 2 این به 8 میشه 1 این به 8 میشه 2. 2 2 هم ساده میشن جواب میشه 1. 1.5 برابر 3/4 رو میخوایم ما. اول از همه ما میخوایم 1.5 رو باید ضرب در 3/4 کنیم دیگه انگار. 1.5 ضرب در 3/4. خب ما اینو باید صورت با بکنیم دیگه. 3 تا 1.5 میشه 4.5. مخرج هم که از 4 این هست. نصفش همون 1/2 دیگه. 1/2 ضرب در 3/4. 3 یکی 3 تا 4 2 تا 8 میشه 3/8 نصف 3/4. مانند نمونه حاصل تقسیم ها رو به دست آورید. خب چون مخرج یکیه صورت رو تقسیم هم میکنیم میشه 9 پنجم دیگه. 9 پنجم این میشه 20 دهم ساده بشه میشه 2. این میشه 5 یکم ساده بشه میشه 5. چون مخرج مساوی هست صورت ها رو بر هم دیگه تقسیمشون میکنیم. سوال 10 چند تا سوال ببینیم مونده. سوال 10 و 11 و 12 و 13.
میگه 4 کیلو چای رو در بسته های 2/5 کیلوگرمی بسته بندی کردیم. تعداد بسته ها چند است؟ باید تقسیم بنویسیم دیگه. یعنی چند کیلو گفته بود؟ 4. 4 رو ما تقسیم بر 2/5 میکنیم. به این یه مخرج 1 میدیم، خودش رو مینویسیم. ضرب در معکوس کسر دوم 5 دوم. 2 با 4 ساده میشه، این میشه 1، این میشه 2. 2 5 تا 10 تا چند بسته شد؟ 10 بسته. حاصل هر یک رو گفته به دست آورید. بالا ما به جای 3 چی مینویسیم؟ یه مخرج 1 بدیم، میشه 9 سوم منهای 2 سوم. 9 منهای 2 میشه چند؟ 7 سوم. حالا اینجا 4 2 تا 8 تا 8 و 1 9. 9 دوم ضرب داره 3 1 3 تا با 1 4 تا 4 سوم. 2 میشه 1، این میشه 2، این میشه 1، این میشه 3. 3 2 تا 6 تا. به اینم یه مخرج 1 میدیم، دور در دور نزدیک در نزدیک. 7 1 7 تا صورت نوشته میشه، 3 6 تا هم 18 تا. جواب شد 7 18. بعدی 2 3 تا 6 تا 6 و 2 8 میشه 8 سوم ضرب در معکوس کسر دوم دیگه، یعنی 12 1. ساده بشه این میشه 1، این میشه 3. 3 8 تا 24 تا. بعدی می نویسیم 25 36 ضرب در 48 15. ساده سازی 25 و 15 جفتشون بر 5 بخش پذیرن، این میشه 3، این میشه 5. 36 و 48 هم جفتشون بر 6 بخش پذیرن، این به 6 میشه 6، این به 6 میشه 8. باز هم دوباره بر 2 بخش پذیرن، این به 3، این به 2 میشه 3، این به 2 میشه 4. 4 5 تا 20 تا 3 3 تا هم 9 تا. به این یه مخرج 1 میدیم، دور در دور نزدیک در نزدیک میشه 24 ضرب در 9 تقسیم بر 20 ضرب در 1. 24 ضرب در 9 حساب کنیم چند میشه؟ 9 4 تا 36 تا 2 9 تا 18 تا 19 20 21. 9 4 تا 36 تا 2 9 تا 18 تا 19 و 20 و 20 میشه 216 بر روی 20. سوال 12 میگه هر دسته از اعداد را از کوچک به بزرگ مرتب کنید. ببینید همه این الان صورتشون 3. زمانی که همه اینا صورتشون 3، اونی که مخرج کوچکتری داره از همشون بزرگتر میشه، یعنی میشه 3 هفتم بزرگتر از همشون، بعد 3 نهم، بعد 3 20. بعدی همشون کسرهای بزرگتر از واحدن. این هست 1 و 2 پنجم، این 1 و 1 دوم، این 1 و 1 سوم و 1 و 2 سوم. خب همشون که 1 رو دارن. حالا می‌بینیم کدومشون بیشتر از نصفن، کدومشون کمتر از نصفن. 2 پنجم که کمتر از نصفه. 1 دوم خود نصفه، 1 سوم هم کمتر از نصفه، 2 سوم بیشتر از نصفه. پس 1 و 2 سوم بزرگتر از همشونه، بعد خود 1 و 1 دومه. حالا ما بین 1 سوم و 2 پنجم الان موندیم که کدومشون بزرگتره. جفتشون مخرج 15 میرسن. این از 3 میشه 6 15، اون هم میشه 5 15. پس این بزرگتره، یعنی 1 و 2 پنجم، بعدش 1 و 1 سوم. و سوال آخر میگه کشاورزی نیمی از زمین خود رو گندم کاشته و کشاورزی نیمی از زمین خود را گندم کاشت، اون نیم دیگر را به 3 قسمت تقسیم کرده و در یک قسمت آن جو، در یک قسمت دیگر یونجه، سپس قسمت سوم رو هم نصف کرد. قسمت سوم رو هم نصف کرده و در یک قسمت آن سبزیجات او چه کسی از زمین خود را سبزیجات کاشته است. برای اینکه بخوایم کسر بگیریم باید همه قسمت ها یکسان باشه. این خط رو اول ادامه میدیم، این از این، و این خط رو هم باید ادامه بدیم. اینجا ما یه خط بکشیم که همشون هم اندازه بشه. چند قسمت شد؟ 2 4 6 8 10 12 قسمت شد.
که قسمت اون رو سبزیجات کشته. 1/12 زمینش رو سبزیجات کشته. اینم از حل سوالات مرور فصل دوم. امیدوارم که خیلی خوب یاد گرفته باشید. خدا نگهدار.